ساداکو در ژانویه سال 1943 در هیروشیمای ژاپن به دنیا اومد. وقتی ساداکو تنها 2 سالش بود فاجعه‌ای رخ داد و بمب اتمی بر سر شهر فرو افتاد. سالها بعد هنگامی که ساداکو 11 ساله شد، دکتر تشخیص داد که او به نوعی از سرطان خون مبتلا شده. خیلی از مردم هیروشیما به علت قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمی در اثر این بیماری جانشون را از دست داده بودند. یک روز که ساداکو غمگین و ناراحت در بیمارستان بستری شده بود، بهترین دوستش جزوکو به دیدنش اومد. جزوکو برای ساداکو تعدادی کاغذ اورگامی آورده بود. او با یکی از کاغذها یک دورنای خیلی زیبا ساخت و بعد یک راز ژاپنی بسیار قدیمی رو به او گفت. این که اگه یک بیمار 1000 دورنای کاغذی درست کنه، حالش خوب میشه. نور امیدی در دل ساداکو روشن شد. چیزی که اون بهش احتیاج داشت. برای همین ساداکو شروع کرد به ساختن دورناهای کاغذی. او حتی وقتی کاغذ اورگامی نداشت، از هر چیزی که اطرافش وجود داشت استفاده میکرد. مثل روزنامه یا حتی کاغذ داروها. خیلی زود ساداکو تونست تعداد زیادی دورنا درست کنه و اون موقع بود که آرزوی خودش رو تغییر داد و دعا کرد که اگه بتونه 1000 تا دورنا درست کنه، همه مردم در سراسر دنیا در آرامش و صلح زندگی کنند. اون دیگه به سلامتی خودش فکر نمی کرد. در عوض می خواست که دیگه هیچ بمبی وجود نداشته باشه و هیچ جنگی. چون در این صورت دیگه هیچ کس به سرنوشت او دچار نمی شد. در اکتبر 1955 ساداکو که فقط 12 سال داشت، در آرامش در بیمارستان از دنیا رفت. او قبل از مرگ 644 دورنا ساخته بود. همکلاسی‌هاش 356 دورنای کاغذی دیگر ساختند تا تعداد دورناها به 1000 برسد و همه آنها را به همراه ساداکو به خاک سپردند. 3 سال بعد در پارک صلح هیروشیما مجسمه‌ای ساخته شد. مجسمه‌ای که ساداکو با بازوانی گشوده در حالی که یک دورنا در دست گرفته بود، بر روی کوهی از سنگ مرمر ایستاده بود. آرزوی کودکان روی سنگ مرمر مجسمه چنین نقش بسته. این است فریاد ما. این است آرزوی ما. صلح در تمام دنیا. Sadako was only 2 years old on the day the atom bomb exploded in a sea of fire all around. Mother found her baby on the ground. Black rain fell mixed with tears as they fled, filled with fear.